حالتون چطوره؟ من امیر عباس هستم و به کانال دارک لند خوش اومدید. خب دوستان ببینید، ما داخل این ویدیو قراره که فیلم هایی که توشون جن رو نشون داده رو ببینیم. بریم برای دیدن ویدیو. اولی اوجی این نگاش کن چند درصد؟ 1 2 3 4 5 6 نه دست و پا داره. یعنی این چیه به نظرتون؟ شماره 2. اوه یه ماشین تصادف کرد. این چی میتونه باشه؟ خیلی چه اتفاقی نمیفته واقعا. منفی شدم. اوه پلیس پیاده شد. اوه داره چیکار میکنه؟ اوه همکارش اومد. واجی اینا آدم کوتوله نیستن؟ نگاهشون کن. ببین آدم کوتوله هم. عجیبه، شهر عجیبیه. شماره 3. دقت کنید یه سایه اینجا رد میشه با اون شیشه هم اونجا این وقت شب دیگه اینجا رو داخل خونه دیگه بودیم. سال 2015 عجیبه، شهر عجیبیه. 6 این پیرزنان نشون میده. واقعا پیرزنان خیلی ترسناکه. داره برمیگرده. بزن بهش. من بودم میسرم. شماره 7. نمیدونم حالا اون چی شد. این بچه دارم براش میسوزه اگه اتفاقی بیافته.
پشمام عروسک رو داره کلش شکون میخوره. الان دختر میبینه سکته میزنه. شماره 8 باشی اینجا دیگه، اینجا خوابه. اوکی این چیه؟ آقا به خاطر صدای دورو خیلی معذرت میخوام. دارن بالا خونمون رو نمیدونم چرا کام میسازن یا هر کاری میکنم. من خودم بیخبرم از اون بالا، من بیشتر خود خونم رو بیرم. خب آقا این چیه؟ چند ساعت قبل بگیم داستان چی بود؟ آقا یه هسپتال به کار این داره بست نمی‌کنه. اوه شت، این اومد بیرون از داخل آفرلاب. کلت مولا انگاه تکون نده. این اینجا بس شورت هم تنشه مای بیبیه چیه؟ پشمان داره میزنه تو اون دره. من بودم سکته میزدم. بزنینش چقدر بدبختیم. من بودم اینها بالاگرد میزدم تو سرش دیگه جن نمینم. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حالتون همیشه خوب باشه، همیشه بترسین، به خاطر صدای دور و بر ببخشید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر ویدیو گذاشتم یوتیوب به شما خبر بده. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.